درود بر شما و به همیهنان عزیزم. سپاسگزارم. شاهزاده رضا پهلوی، در مورد فعالیت هایی که امروز در هلند داشتین لطفاً خودتون توضیحات بیشتری رو در اختیار شنوندگان بگذارید. با کمال میل. البته در این سفر خب انواع اقسام مصاحبات مطبوعاتی خواهد بود و دیدارهایی با شخصیت‌های دیپلماتیک کشورهای مختلف و سیاسیون این مملکت و دیداری هم با بخشی از همیهنانمون که در هلند فعال هستند. ولی امروز مشخصاً فرصتی بود تا شخصاً برم به دادگاه کیفری بین‌المللی و ملاقاتی داشته باشم با دادستان کل این مؤسسه برای ادامه این حرکتی که خود شما بهش اشاره کردید، شکایتنامه‌ای بر علیه علی خامنه‌ای و بر مبنای اصل 15 خود این دادگاه کیفری در واقع به فکر رسمی این پرونده تحویل داده بشه و در اصل به عنوان یک چیز ثبت شده‌ای در اونجا برقرار بشه. البته همونطور که می‌دانید به خاطر اینکه ایران هرگز اون به اصطلاح معاهده روم رو امضا نکرده یا در اصل میخوام بگم تایید نکرده، ما نمیتونیم مستقیما به خود دادگاه کیفری بین‌المللی شکایت بکنیم. این مسئله که باید از طریق شورای امنیت سازمان ملل واگذار بشه به دادگاه کیفری بین‌المللی که در اون شرایط بر مبنای شکایتنامه بتونه صلاحیت حقوقی داشته باشه برای رسیدگی به این پرونده. مسئله البته داره جالبتر میشه از این لحاظ که اکنون مشخص داده میشه که جمهوری اسلامی فراتر از نقض حقوق به اصطلاح جنایت بر علیه بشریت که اساس این بحث هست در ارتباط با مردم ایران، اکنون با درگیری که در سوریه داره و دخالتی که در سوریه داره در حمایت از حکومت بشار اسد در سرکوب مردم سوریه نشان دهنده علائم بیشتری است که همون سیاست‌هایی که به کار بردن بر علیه مردم ایران اکنون داره در سوریه پیش میره و این میتونه مطلبی باشه که حتی از نظر جنایی پرونده رو بسیار کاملتر و بر علیه دولت ایران نهایتاً شخص علی خامنه‌ای سنگین‌تر خواهد کرد و میتونه شاید از این لحاظ حتی کمک بیشتری باشه این مسئله به شکایتنامه ما. همیهنانی که علاقه‌مند هستند از این مسئله بیشترین فشار رو بتونن بیارن، اکنون باید توجهشون رو برگردونن رو خود سازمان ملل، چون در اصل سازمان ملل هست، یعنی خصوصا بگم شورای امنیت سازمان ملل هست که بایستی این پرونده رو تحویل بده به دادگاه کیفری بین‌المللی. بنابراین فشار رو باید رو سازمان ملل آورد. من در حد توانم تلاش خواهم کرد که این کار انجام بدم، اما دعوت میکنم از همیهنانم، از فعالین حقوق بشر، از تمام کسانی که این دغدغه رو دارن که فشار خودشون رو از از طریق لابی‌های مختلف روی سازمان ملل و کشورهای عضو شورای امنیت علل خصوص به هر شکلی که میتوانند در این مورد بیاورند. شاهزاده رضا پهلوی فرمودید که با دادستان کل دیوان بین‌المللی دنهاگ لاهه ملاقات کردید. نتیجه این ملاقات به طور مشخص چی بود؟ نتیجه که بسیار مثبت بود. البته دادستان به دلایل مشخص پروتکل دادگاه نمیتونه اظهار نظر خاصی انجام بده و نمیتونه رسما اعلام بکنه که آیا این دادگاه در چنین شرایطی صلاحیت به این شکایت پاسخ دادن رو داره یا نه. تنها پروسدور، تنها به اصطلاح پروتکلی که در حال حاضر موجود هست همون مطلبی که همین الان بهتون توضیح دادم، یعنی مسئله از طریق سازمان ملل باستی نهایتاً در اصل اگر مبانی حقوقی در بحث که ما داشتیم که چرا و به چه دلایلی ما معتقدیم که در ایران جنایت بر علیه بشریت اتفاق افتاده اون رو بکنن مبنا برای شکایت. مطلب دیگری هم که هست این هستش که اگر در آینده ایران حکومت دیگری که اون موقع امضا کننده این استاتوت روم باشه میتونن اون موقع برگردن به تمام نقص‌هایی که در این فاصله افتاده. ما ترجیح میدیم الان این کار بشه، ولی این راهش هم در آینده خواهد بود، چنانچه این حکومت و این مجلس این کارو نکنه. یعنی به هر حال هیچ وقتی مسئله فراموش نخواهد شد. تنها چیزی که بایستی در نظر بگیریم این هستش که از تاریخ اول ژوئیه سال 2002 هستش که این دادگاه میتونه رسیدگی بکنه به هر نقضی از این لحاظ. متاسفانه قبل از اون نمیتونن به مسائل دیگری بپردازن. بنابراین ما مبنای این شکایت رو بر اتفاقات که علل خصوص از تاریخ 22 خرداد 2 سال پیش، سال 2009 ببخشید 3 سال پیش میشه الان، که در واقع در نتیجه اون مسئله بود که پیش اومد و اقداماتی که رژیم از اون پیش کرد، به خصوص از اون لحظه به بعد هستش که این مسائل کاملا مبنای شکایت رو توجیه میکنند و تمام اقداماتی که نظام انجام داده بر علیه مردم ایران که به اندازه کافی
سند و دلیل هستش که بتوان بر مبنای جنایت بر علیه بشریت شخص علی خامنه‌ای رو مسئول نهایی دونست، چون به هر حال شخصیتی است که تمام جوانب مسائل رو در ایران نهایتاً تصمیم گیر هست و کنترل می‌کنه یا دستوراتشو میده. بله، شاهزاده رضا پهلوی قرار هست که در نشست کمیسیون امور خارجی و دفاعی پارلمان هلند هم حضور پیدا بکنید. موضوع گفتگوی شما همینا هست یا مسائل دیگر، مخصوصا مسئله مسائل دیگر هست؟ بله، مسئله دیگر هست. ببینید، من تمام تلاشم رو دارم میکنم که گزینه جنگ گزینه اصلی دنیا نشه اگر مذاکرات به نتیجه نرسه. من سالهاست که دارم به جهانیان این مسئله رو میگویم که شما این وسط مردم ایران رو فراموش کردید. بهترین اهرم فشار بر علیه نظام خود مردم ایران هستند. حتی از لحاظ دیپلماتیک اگه می‌خواستید نتیجه بگیرید، اونجایی رو فشار بیارید رژیم که درد اصلی میاد. آقای خامنه‌ای گرفتاری اصلیش تحریم‌های اقتصادی نیست. از دید رژیم میگن مردم هرچی گرسنه‌تر بهتر. درسته که مقدار مکافات داره براشون این تحریم‌ها، ولی اون چیزی شب خوابش نمیبره و اونم نگرانی هستش که یه روز مردم ایران بر علیهش بلند شن. اهرم فشار واقعا اینه و من مدت هست که به جهان میگم که شما چه طرفدار تغییر نظام باشید، چه طرفدار تغییر رفتار رژیم باشید، از نظر حربه اون چیزی که واقعا میتونه موثر باشه رو هرگز استفاده نکردید و به همین دلیل هم هست که مذاکراتتون بی‌نتیجه رسیده. ولی صاف بخواید به خاطر دیپلماسی ناکام بپرید صاف به یک سناریوی تهاجم نظامی، آخه اون راهش نیست. مردم ایران چه گناهی کردن که این وسط هم از این طرف از رژیم خورده باشن، فردا هم از خارج بهشون حمله بشه، در صورتی که باید از مردم ایران حمایت کرد. من هیچ وقت از جهان نخواستم که بیان ما رو در تغییر نظام حمایت بکنن. چرا؟ بلکه اولا به اونا مربوط نیست و مردم ایران مربوط هست و تازه از نظر قانونی همچین انتظاری نمیتونیم داشته باشیم. اما حرفی که من امروز میزنم و مبنای اون شورای ملی است که در جهت تشکیلش دارم امروز تلاش میکنم همراه با ایرانیانی که به این مسئله بر اساس این سری باورهای مشترک یک همکاری سیاسی بکنن تا مرحله‌ای که برسیم به شرایط برگزاری و حق برگزاری انتخابات آزاد در کشورمون از جهانیان دعوت کنم که از این خواسته مردم ایران پشتیبانی بکنن و در اون شرایط دو راه بیشتر نیست. یا نظام جمهوری اسلامی داوطلبانه صحنه قدرت رو ترک میکنه که نخواهد کرد و به همین دلیل که مجبوریم در ماورای رژیم جستجو بکنیم شرایط برگزاری انتخابات آزاد رو و اون زمان است که مردم ایران نمایندگان خودشون رو به مجلس مؤسسان خواهند فرستاد تا در انتخاب برای آینده ایران فکر لازم رو بکنند و رسالت ما در این مرحله کمک کردن به این پروژه است برای رسیدن به حق برگزاری انتخابات آزاد در ایران. پرنس پهلوی، در مورد لغو گفتگوهایی که سخنرانی که در بوندستاگ داشتید دیدم که با تفاهم بسیار با این مسئله روبرو شدید. دلم میخواست که خودتون توضیحی در این زمینه بدید. بله حتما. روز قبل از اینکه این جلسه برگزار بشه همون عصری بود که به اصطلاح برلین رسیدیم. در یک ایمیل دو خطی بدون هیچ توضیحی اعلان شد فقط این جلسه کنسل شده. البته یکی از کسانی که روز بعد باش ملاقات کردیم که عضو حزب لیبرال هستش ولی خودش یکی از اعضای این کمیسیون حقوق بشر هست، خیلی ناراحت بود از اینکه چرا این جلسه بدون اطلاع قبلی به اصطلاح لغو شده و وعده داد که دنبال این کار رو بگیره. ولی به هر حال مطالبی که می‌خواستیم در اون کمیسیون حقوق بشر مطرح کنیم به هر حال مطرح شد و در اختیارشون قرار گرفت. حتی یکی از نمایندگان ایرانی تباری که الان شهروند آلمان هست و تو یکی از کمیسیون‌های بوندستاگ به هر حال بخش ایران رو زیر نظر داره، بسیاری از نکاتی که در اون جلسه که خودش هم درش حضور داشت در خود جلسه‌ای که در اون بعد از ظهر در بوندستاگ بود راجع به مسئله مربوط به ایران خیلی از نقطه نظر ما رو در اونجا مطرح و منعکس کرد. بنابراین روی هم رفته فکر کنم که اتفاقا این مسئله باعث شد که هم توجه بیشتری بشه و هم تو در دیداری که بعد از ظهر اون روز با رئیس یکی از مسئولین حزب سوسیالیست داشتیم در آلمان، اون هم نیز خیلی از این مسئله ابراز ناراحتی کرد و وعده داد که خودش دنبال کنه که دلیل این لغو چی بود. ولی به هر حال مسئله این هستش که هم از در بخش سیاسیش چه در ارتباط با مسائل حقوق بشر خیلی از این مسائل مطرح شد که توضیح بهشون بدیم که هدف ما چی هست و در ارتباط همین نکات روز. پرنس پهلوی، همراه با خودتون در این کارزار جدید در این دور تازه شماری از فعالان حقوق بشر ایرانی رو همراه کردید. این افراد چه کسانی هستند؟ ببینید در هر موردی اولا این دعوت برای که روشن باشه یه جوری وادمود شده که حضور من در آلمان همزمان شد
با کنفرانس بغداد. اجازه بدید صریحا بهتون بگم این دعوت از شخص خودم شده بود حدود 1.5 ماه پیش و در واقع کنفرانس بغداد تصادفاً همزمان شد با سفر من به آلمان و نه برعکس. اینو خواستم بگم که از حالا جاسازی نشه. 2. در اونجا من پیشنهاد کردم که به جای که فقط شخص خودم اونجا باشم، همراه خودم کسانی رو ببرم که بتونن شاهدهای زنده بحث‌های متعددی که بر سر خودشون در ایران اومده همراه خودم باشن. یکیشون یه جوانی بود دانشجو که فعال بود در جنبش سبز و خیلی مسائل رو اومد اونجا توضیح داد. یه خانم خبرنگار بود که تازه از ایران اومده بود بیرون که متاسفانه الو صدا میاد؟ بله ما میشنویم، بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. چون تلفن دستی است که بله میدونم. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. از خانم خبرنگار بود که البته متاسفانه کفایت نتونست بیاد، اما به عنوان از دیدگاه خبرنگاری و تمام محدودیت‌هایی که در اونجا هست و کسان دیگری که به هر نوبه‌ای میتونستن تجربیات خاص خودشون رو داشته باشن در ارتباط با نبودن آزادی‌ها و تمام فشارهایی که بر جامعه هست، فکر کردم بهتر است که از زبان خود این افراد بشنون تا که فقط من تنها در اونجا باشم. از این لحاظ یه تعدادی رو همراه خودم در اون جلسه معرفی کردم که بتونن داستان‌های خودشون رو به اصطلاح بیان بکنن برای این کمیسیون یا کسان دیگری که فکر کردم براشون جالب باشه که از زبان خود این همیهنانمون بشنون این داستان. رسانه‌ها در جمهوری اسلامی ایران در واکنشاشون به این کارزار جناب عالی نوشتن که شما رو فرد صاحب صلاحیتی برای تاکید گذاشتن بر روی کارنامه حقوق بشر ایران نمیدونن. واکنش جناب عالی چی هست؟ خب جمهوری اسلامی هر چی میخواد بگه. من دارم کار خودم میکنم، قضاوتم میسپارم به مردم ایران و فکر کنم مردم ایران انقدر هوش و ذکاوت دارن که با ژنتیک من مشکلی نداشته باشن. من حرف و نظرات خودم رو دارم و این ارتباط به هیچ چیز دیگری نداره اگه منظورتون اون هست. بله سپاسگزاریم از جناب عالی. براتون آرزوی موفقیت میکنیم در ادامه کارزارتون. اگر این فرصت باشه باز هم با شما گفتگوهای مستقیم دیگری خواهیم داشت. درود بر شما. سپاسگزارم از این فرصت و با کمال میل. سپاسگزارم. درود بر شما. گفتگوی مستقیم با پرنس رضا پهلوی.